أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما گفتیم یکی از سبب های میراث نکاح و خیشی تباری نسب می باشد و سومین ولا می باشد. با این سه سبب از میت میراث می برند. نکاح را گذاشتیم، نسب را گذاشتیم، اکنون ولا می باشد که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند انما الولاء لمن اعتق. هر برده ای که کسی او رو بخرد آزادش بکند، اگر این برده از این دنیا رفت و فوت کرد، کسی ندارد، برادر، زن، پدر، مادر ندارد، هیچ کس ندارد، از او کی میراث میبرد؟ میراث او رو کی میگیرد؟ هر کسی که او رو آزاد کرده باشد، همان میراثی مال ملکش را میگیرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین گفتند. بریره یک زنی به نزدی عایشه رضی الله عنها می آید، میگوید من از تو یاری می طلبم تا که مرا مبلغی بدهی تا از سیدم، از خواجه‌ام آزاد شوم. عایشه مادرمان رضی الله عنها میگویند که اگر بخواهی من تمامی مال ثروت میدهم، تو را آزاد میکنم، ولا از آن من میشود. اگر تو وقتی که من تو را آزاد کردم، تو از این دنیا وفات کردی، تو کسی از میراث برنده نداشته باشی، میراث تو از من می باشد. وقتی که بریره به نزدی سیدشان رفتند، گفتند عایشه یعنی کسی تمامی مرا آزاد می کند، از تو مبلغی تو خواستگی را می دهد و میراث من از آن او می شود. اما سیدش وقتی که راضی نشد، به نزدی عایشه دوباره بریره برگشتند، گفتند سیدم چنین میگوید. وقتی که این خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید، پیامبر در مسجد موعظه کردند، گفتند مردمی هستند که چنان شرط و شروط میگذارند، هم برده را میفروشند، هم ولایش را، میراثش را از آن خود کرده استادند. سپس پیامبر گفتند همان شخص میراثی برده را میگیرد که پس از وفاتش همان شخصی آزاد کرده میراث او را میگیرد، اگر فرزند و پدر و دیگر خیش نداشته باشد. انما الولاء لمن اعتق. برای همین هر برده ای که شما آزاد کردید، غلام ها را آزاد کردید، اگر این غلام در آینده یگان وقتی که وفات کرد فرزند، یگان همسر نداشته باشد، این میراثش رو کسی آزاد کرده میگیرد. الولاء لمن اعتق. این بود در درس میراث درباره ولا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.